جناب پیغمبر گفتن بیای حق امانت ما تیم که قیامت روزی وزبینه در اونجا وزبینی تر ما در اونجا توقع نداریم حق امانت دادن. تمام صحابه گفتن حضرت غیر جان سپاری هیچ حق امانتی در اینجا نیست دیگه، ما یگان تمام حق نداریم. همین حالت گفتند که عکاشه میگه ایجاش خست گفت ای فرستاده خدا شما ای ما یک ضرب قمچین قرضاره. یک روز در یکی از غزوه حضرت شما رفته همه صحابه شاهده شما شتر در تازیانه و قمچین زده، همون قمچین به جای در شتر رسه گفت در شانه من رسید. ای پیغمبر من انتقام میگیرم اگرچه در خدمت در پیش شما حضرت غلامم باشم. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن روی قمچین بیاری اکنون تا حق این انسان من خلاص کنم. آخرین حق داشته همون حالت تازیانه را گرفتن آوردن عکاشه گرفت بالای سر جناب پیغمبر آمد. زینجا برخواست گرفت ابوبکر ایجاش خیست گفت عکاشه قسم به خدا به یگان حیله و مکر در همین عمرم چند قد طاعت و عبادت دارم برای تو میتیم، لیکن بیا رسول اکرم نزن. بگو نگو ابوبکر در جات شین گو اکنون صحبتو نمیگذارم. عمر برخواست میگرفت تازیانش چکید از میشه اشکی روانش بکاشه بگفت ای یار بیشنو ثوابی هم غذای کهنونو دیهم با تو ثوابی جمله جان بزن در پشت من گر خواهی چندان مزن زینحار بر ختمی رسولان که می لرزد ز ضربی او دل و جان. حضرت عمر اجاش خستن قمچین گرفتن چشماش مگه پوری آب. حضرت عمر گفت عکاشه خوش رو گوش کن چند قدر غزا و جهاد در من اشتراک کردم، چند قدر ثواب و ثمره دارم، همشه گیر در پشت من چند قم خواهی زن، اما بیا رسول اکرم نزن. اگر تو یه ضرب میزنی میدونی گفت ای ضرب حضرت گفت تمامی بدنهای ما میلرزه، بیا که ای دعوت گذار عکاشه. بگو عکاشه سوی یاری دوم ندارد سود با من این تکلم، زجا برخازی نورین عثمان دیهم گفتا ثوابی ختم قرآن. حضرت عثمان خیز گفت هر فقط که من قرآن میخونم من همون رو ثوابش میتیم. در روایت آمدگی بدن که حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه همین خیل قرآن زیاد خواندگی بده است که همین ورقای قرآنش ای ورق زدن دریدگی بده است بسیار میخونده است. گفته ثواب همه رو همش میبخشم تا عکاشه. دیهم مالی خزینه جمله یکسر مزن زینحار در پشتی پیامبر چو عکاشه بگو ای یاری صوم عمد دارند بر حضرت ترحم، ولیکن من قصاصی خود بخواهم نباشد در این معنا گناهم. زجا برخواست آنگه شای مردان ولی و در شجاعت شعر یزدان. عکاشه گو عثمان همه حضرت رحم دارن اخی من قصد خیمه طلب دارم یگان چی ای برنامه بیره نبر آمد اما چی گناه دارم در این همین حالت ده که حضرت علی کرم الله وجه اجا خستن شعر خدا گفتن که دی همه اجر و ثواباتی غذاها همه خیر و احسان و سخاها بگیر این دلدل و شمام و قنبر میزن قمچین مرا صدبار بر سر مزن زینحار پشتی مصطفی را مکن آزرده محبوبی خدا را بگو عکاشه یاری چهارم به حق خواهی نبی باشد توهم. بگیرم من به ظاهر انتقامم اگر چنده که در معنا غلامم نشد مقبول عذری جمع اصحاب فیغا شد در میانی
جمع احباب. گپ علی رم نگذشت میگه هیچ عکاشه هیچ کار گردن نمید چه اون نمیگه. شده از چشمی همه از داغ جاری نزولی اشک چون ابری بهاری بگفتش مصطفی ای صاحبی حق بزن گر خواهی دوشم را کنم شق. هیچ کس گپ نمیگذاره مردم رنگ ابری بهار گریه دارم. جناب پیغمبر گو بیا صاحب حق بیا اکنون گو ما پشمانو پهن میکنم حق تگیر مکن تأخیرا در حق گذاری که فرصت شد قریب از حکم باری بگو عکاش ای ختمی رسولم فدای مقدمت بادا دل و جان. به وقتی ضرب بودم من برهنه به عریانی زدی تو تازیانه شما پوشیده اید ای مرسلی رب چگونه در قصاصم میزنم ضرب. فرستاده خدا که پیش ما درست من حق میگیرم اما در وقتی زدن تنه من لچ بود تنه شما پوشیده با عدالت به جا نمی بیاید. شما هم باید پشتان نگو که فرستاده خدا لچ کنه گفت تا اینکه عدالت الهی جاری شما شما من لچ قمچین زده بده. برهنه کرد و دوشی پاکی حضرت نمایان شد عیان مهری نبوت بمالید روی خود عکاش بر آن بدیدن حاضران از باعثی آن. وقتی که کرته حضرت میگه من برداشت که پشت شانه های جناب پیغمبر ده مهری نبوت که محمد رسول الله نوشتگی به جانب خدا مادرزاد یعنی که مهری انبیای الهی در تخت پشتشان بودن. بعد از اون میگه عکاشه در پیش حضور صحابه چهره‌های خوش در همون مهر مالید و بوسه کرد. در یک روایت هم سلمان فارسی میگه وقتی ای پشت جناب پیغمبر آمدم ای پشت کرته کرباسیشون مهر نمایان بود خدمت بالای همه مهر در پرداختم موچه کردم. همین وقتی موچه کردند میگه جناب پیغمبر نگاه کرده گو این مردک ای دوزخ خلاص خود. همین قدر دعوای عکاشه و همین قدر پافشاریش برای زیارت مهر بوده است. میگه وقتی مهر زیارت کرده وقتی که بوسه کرد جناب پیغمبر گفت ای گو عکاشه گفت تو پیروز شدی گو ای دوزخ خلاص خوردی. بمالید روی خود عکاش بر آن بدیدن حاضران از باعثیان بگفتش عذر ای سرور ببخشا برای توپ مهرت بود و دعوای. حضرت گفت من بخش گفت دعوای من زیارت مهر و نبوت شما بود. بزربی تو کجا باشد مراحت بزربی تو کجا باشد مراحت به این گستاخی من دل مکن بد امان بهتر که از چشمم گزد مار که تا در پاید ای سرور خلد خار مرادم پیش پاید جان سپردن ز عمری خیزر به پیشی تو مردن. حضرت گفت قسم به خدای چشمم مرگزه گو روزیم لیکن روزی نیست من گفت که من در شما ضرب کنم ای همین عمری خیزر من در کار نیست. آرزوم همین بود که در پیش پای شما جان تیم جنازه ما خرد خونی. ز رویت هست اندر چشمی جان نور شود به نوری تو جانی جهان کور ز دنیا می روی از قسمتی رب و یاران به تو گردد روز چون شب نباشد ما در بینی کواکب فروماند به ظلمت نجم ثاقب همان نور الهدى محبوب سبحان برای حق گزاری گشت عریان. تو اینا شست روی در چی کاری تو اینا شست روی بس در چی کاری بری آزاری دلها زهر ماری. برای حق و برای حق طلب کردن و برای حق دادن این نور الهدى این اصل موجودات این نور خدا بدنشان لطف شد. حضرت ما را نصیحت کرده است که
ای سرزده، ای به سعادت، وقتی حضرت برای حق گزاری که تنش لچ شده باشه تو چیکار کار گشتیس میگه؟ تو فقط چیکار میکنی؟ یا مورا نصیحت داره که تو چیکار داری؟ تو فقط چی حال داری؟ یعنی معلوم بود است که برادرو هر یکتمون در پیش پروردگار فردا از این ناحقی‌ها و از این ناکارامون چی هست؟ اگر ما هم ای حق گزاری تنمون لچ میکنم. جناب پیغمبر برای توزینا تنش لچ شده بوده. یعنی که خیلی انسانی در کاره که اکنون از این مضمون و از این گپا نتیجه خوب برداره. بیا با همین زندگیمون یادگاریمون بخشش پرسیم و یادگاریمون بخشیم و یادگاریمون حرمت کنیم و یادگاریمون دوست داریم و چیزی که از تجاوزکاری به معنی شدگی باشه ولی هم سری وقت بخشش پرسیم زیرا اینکه اون روز به دیر میشه. پروردگار ما رو برای راست هدایت کنه، ما رو توفیق بندگی. از اون ملائکه الهی میپرسیدن که یگان اعمال ثواب و یگان اعمال خوب نداشت همین شخصیت که همین شخصیت شما چیکار کنه؟ همین شخصیت شما سبوک کنه. بعد از اون میقبیدن که اخلاً یگان علمای ربانی را دوست نمیداشتی و میگفتن نه یگان رفیق نداره که علمای ربانی را دوست داره. گفتن دارم. تکیه نامش میگرفتن میآوردن میگفتن که تو همنشینی با علما داشتی؟ میگفت بله. میگفت به حرمت رفیق جنت بریشه. حتی که حدیث امام ابو رافعی که یک علمای ربانی به داخل قبرستان میگذاشته پروردگار 70 تا فتنه را از گروه دفع میکرده. آثار صحابه بوده. یعنی قسم اول از امت رسول اکرم مسلمانان برادران علمای ربانی هست. علمای ربانی بسیار شخصیت های بزرگن. اینا وارث های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. وارث کیه؟ وارث کسی هسته که مال مرده را میگیره، پول مرده را میگیره، خانه مرده را میگیره، تمام چیز مرده را که ترکه کرده پرتوخته رفته وارثش میگیره. اگر وارثش همون در روی حرام صرف کنه همون مرده نزد خدا فقط جواب میتیه؟ البته جواب میتیه. اما امروز علمایی که بیاین و در سنت رسول، در دین رسول، در علم رسول، در قرآن رسول، در شریعت رسول اگر وارثی به معنی باشن خیانت کنن اگر رسول الله در روز قیامت در چهره اینو زجر میکشیدن. برای همین هر کسی عزیزو علما را دوست داره اینا نقض دانین. دوست داشتن علمای ربانی این از کامل بدن ایمان است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن که علمای ربانی را احتیاط شوید دعاش کن. چی و گفتن که دعای علمای ربانی رنگ دعای پیغمبران در حق امت است. ای دعای علمای ربانی. دوم گفتن علمای ربانی را غیبت گمانی بعد عقش نکنه که گوشت علمای ربانی زهرآلود است. شما را هلاک میکنه، شما را نابود میکنه. برای همین اگر در صحبت شینه فیض میگیری، اگر در صحبت شینه برکت مییابه، اگر همنشینش باشه برکت مییابه، حتی روز قیامت شفاعت میکردیم. علمای ربانی شفاعت میکردیم. این بسیار مرتبه بزرگ است، بسیار مرتبه کلان است. دویم حضرت علی کرم الله وجهه را پرسیدن که قسم یکم علمای ربانی باشه. علماهای ربانی را جاشان خالیه برادر. اینا جای اینا پر نمیشود. اینها رنگ همون مرواریدای هستن که در همون رشته سوختن میمونن خالی دیگه. خشا به حال انسانی که به این درجه رسه. از سفیان ابن ثوری را میپرسند که علمای ربانی کیست؟ گفته علمای ربانی کسی هست که دنیا را همیشه با تمام انواع زیباگیش در پیش ایمان و عملش تینی کوچکمون میکنه. تمام حرکت های نفسانی شهوانی در پیش او ذلت نشان داده می شود. نفس او با شریعت لجام است. همیشه حق در زبان شد. همیشه تعلیم و تربیت وی گوارا است. در همه جا پرچم دین خدا را بلند میکنه. علمای ربانی میگم اینه بینه که از یک فیض صحبت داملای هندوستانی در منطقه آسیای میانه صدها علما سر بلند کردن. در یک زمانی وزبین، زمانی جهالت، زمانی که خیلی زلالت، زمانی که یک انسانیت در اون دوره از خط نیاگان و خط اسلام و خط قرآن و خط حدیث خواندنش برای او یا وهم و ترس داشت. این علما شب و روز درس دادن، شب و روز درس گفتن، شب و روز حق رساندن. روز از دنیا گذشتن، روز از دنیا رفتن، انا همون پرچم های دین خدا بلند شد. برای همین دائما
خوزی عبدالرشید دعا میکنه در وقت پیریش که داملای هندوستانی آمدن تخم ادبیات و تاریخ و حدیث و تخم علم تفسیر و علم حدیث شناسی را گفته در منطقه تاجیکستان ما کاریدن رفتن. همین شخصیت اساس گذاشته بودن. علما زیاد بودن، اما بعضی علما را صحبتاش برکت داره، صحبتاش فیض داره. ای صحبتاش تا به امروز چی علما و داملایی که میبینیم برادرها فیض میواد. اینا میگن علمای ربانی. دویم کسایی هستن که خدمت اینا رو میکنن. حضرت علی کسایی هستن که خدمت اینا رو میکنن. اینا ببین که یک سگ اصحاب کهف از قفای علمای ربانی و مردای ربانی رفت، فردای قیامت جنت میدروید. اینا میگم و باسط ذراعه بالوسید، حتی که همون دستای پیش سگ به همون شمشیرتاشون قطع میکنن که پی همین ما رو نگیره نبیایه. گفته همین سگ دومی نیکا رو میگیره و دومی همه اولیاء رو میگیره، دومی همه آدمای ربانی رو میگیره، با همه دستای بریده غار میروه، داخل همه غار میدرویه. ایویا جدایی کردن نمیتونه. ایره بزرگی رو بین که خدا با توفیل همین علمای ربانی همین سگ هم جنت میدروه. برای همین خیلی همنشین با علما بودن بسیار چیزی بزرگه. همنشین با علما بودن سه چیز حسرت دور میکرده. یکم به قرآن عمل کردن، دوم به سنت، سوم صحبت علما. حسرت دور میکرده در آدم. فرد و آدما حسرت نمیخوردیم. فرد و علما و انسان های قدیم علماش نه، اینا حسرت نمیخوردیم. برای آن همین خدمت علما کردن از واجبات دینه. خدمت علما کردن از واجبات ایمانمون بوده است، طبق دستورات رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. خداوند هیچ محل در قرآن درجات کلمه را در حق ثروتمند نیاورده، در حق زکات نیاورده، در حق صاحب قوت نیاورده، در حق صاحب علم آورده. و اوتوا العلم درجات، پروردگار صاحب علم را درجه داده بوده. حتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث مناوی روایت میکنه، فرمودن که شما ای زمین ستاره ها رو دیدسته؟ گفتن بله. گفتن در جنت هم مرتبه علما نمیخیله. این ای زمین بیرون میبروی که ستاره ها رو میبینی، انسان ها میبرومدین که علما رو درجهش در جنت نمیخی بلند بودن. همخی یک روشنک میتوفته، اما در درجه او رسیدن نمیتونستیم. حضرت علی کرم الله وجهه با در دیگر آثارشون روایت کرده بودن در نامشون صدقه که علم به 10 جهت تفسیر کرده بودن. یعنی گفته که بدستیان که علم بهتره یا مال، گفتن علم. گفته به هم زیاد سلسله هاش. گفته که علم معنیش همینه که همیق صرفش کنی زیاد میشوه، مال همیق صرف کنی کم میشوه. بعد از بسیار دوام داد. علم صاحبش بانی میکنه، برعکس صاحبش مالش بانی میکنه. من سوره کهف داستان بحث موسی و خضر میبیاد. چه بحث میشن در علم، با ساز نمیگیرن هردش. ایش میگه که تو قدیم صبر کردن نمیتونی، ایش میگه که تو چو ایمان سوال میتی، اما تو میرن رهاشون جدا میشون. علم انا همینه. برای همین علما میگن که 4 چیز آدم بانی میکرده. بعضی علما میگن 3 چیز. یکم که خانه، دومش که حکمت عادل که او را میگن ذوالقرنین، در سوره چی کهف میبیاد. سومش چی بوده؟ علم. علم و صاحبش بانی میکرده. هر کسی که رسول اکرم در حدیث گفت هر بارشون گفتن کن عالما، صحابه را یا عالم شوه یا شنونده علم شوه. ببین، یا شنونده علم شوه، یا طلب کننده علم شوه، یا خادم علما شوه. در 4 خصلت اگر نباشه شما هلاک شدگی. اصلا همین روز خوندم نمیتونه یا علما رو دوست داره، اخلا صحبتاشون نشینه گوش کنه، هیچ علما دا نته. قسم خدا قرآن کتابی هست که لا اسألکم اجرا و هم مهتدون میگه. این علمای ربانی ای شما یگان پول و تنگه و یگانش طلب نمیکنن، هدایت الله برای این علم داده بس ای شما. معلوم بوده که در شریعت علما و مولا و داملا و علمای ربانی یگان سنت داشتین، همون علم هدایت شما بوده بس بوده. همه چیز روز قیامت اندازش در جنت عزیزا تمام میشده مگر علم. علم ثوابش تمام نمیشده، ثواب علم بسندگی نبوده است. برای همین دویمش خادم علم بوده. سوم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حضرت علی کرم الله وجهه اشاره کردن که سوم طایفه انسان ها گفتن کذبابتی، مثل چیان؟ مثل پشه ها هستن. شما که هر طرف که خستن گیره گو سیله پشه رو آوردن میگیره.
گفتن چه خیل؟ گفتن این دنیا را گردش شمول همین آدما که در دو تای بالا نباشن یا خدمت علم در نباشن، علمای ربانی نباشن، اینا رنگ پشن گفتن. یه روز ای شرق اگر شمال میبیا پشه پرشیده میره و یه روز دیگه ای غرب میبیا هم میره میبره. یعنی که همین گردش ایام این مردم خودش رنگ پشن نیست میگه زیر نشوی. اگر در دو خصلت دیگه نباشه آدما رنگ پشه بدیم. اینا شمال وازی میشه. من وازی دیگه شمال نمیبینی پشوی که شما رو میگزن مردن رفتن همش. این دنیا همینه برادر. 10 سال پیش در اینجا انسان‌هایی بودن که از خنجره اونها علو میبرمنده که نیستن. 20 سال پیش آدمایی بودن که در صحبت اونها ما میترسیدیم دیگه نیستن. ممکن که 10 سال پیش آدمایی بودن که در گپی و یا صحبتی و یا ما خیلی ترسیده و هم کرده میسودیم. در همون رفیق داریشون و جوره داریشون و پول داری منصب داریشون، اما اونها نیستن. حضرت علی اونها را کذوبابا گفته، رنگ پشنگ گفته. اینها شمال اومد بردن میگیره، شمال اومد بردن میگیره. خداتون میگه گفت فلان بازه بود، فلان بازه بود، این خیلی بود، اون خیلی بود. شمال خودی همش تازه شده رفته هستن، ولی با 10 سال بعد نمیدونیم چی گپه. برای همین یا علمای ربانی شویم یا در خدمت علمای ربانی باشیم. انسان بسیار برکت می‌یابد. این مجلس ها را قسم به خدا به ای دنیا دونید. این مجلس ها را به از تمام دارایی دونیم. شیبه بسیاری کارا درد سرای. این مجلس ها رحمت در داخلی گورمونه. قسم قیامت میرود. اگر حضرت مولوی کمتر میخونیم و بعد از او انشالله با دعا میکنیم. دریغ از توتی قدسی درگاه، دریغ از نازنینی لی مع الله. دریغ از او سخنگوی درگاه الهی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و اون نازنینه که حضرت حسن فرزند علی کرم الله وجهه روایت میکنه که من تقاضی داشتم که از ختیچه که پیش رسول اکرم فرزنددار بودن، من از همون میگه تقاضی داشتم. یک روایت یا خالم بود میگه آمده بود پیش من میگه از او پرسیدم چهره رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که برای من قصه کن، شما پسندرشون بده یا دختردرشون بده، شما دید حضرت برای ما گودن چخیل بود؟ گفت حضرت چهرهشان گندمی بدن، خدی مربوع پهلوان گردش داشتن، نه کلته بودن نه دراز بودن، در بین قاشان یک رگ هم خیلی بلند میستاد و همه استخوان‌های حضرت به قوت بود و قفس سینه کشاد داشتن. یک مراتبه قفس سینه شان دیدم شیر باری سفید بود و چهره های حضرت میگن میخواد درخشان، خاشاش میگفته که به گوشاش رسیدگی های بین بینی حضرت بلند بودن. وقتی قدم میزدن پهلوان گردش میکردن، موی سری جعده جنجله داشتن، گاگا موشان بالای گوشاشان می آمد، ریش حضرت پره بودن. یگان مراتبه بدن حضرت به عطر من ندیدم، انقدر خوشبو بود. اگر کوچه قدی میگذشت همه تماشاش میکرد. صدها زنها آمدن خودشون حضرت بخشیدن که ما را نکاح که فقط میخندید میگفت که تا اجازت خدا نشه من کسی را نکاح نمیکنم. حتی میدیدگی انسان میگه حضرت عاشق میشه. جوان مردی حضرت میگفت از شمالهای سلقینی سحرم میگفت برای آدم تست تاثیر میکرد. آدم سحر بره بینی روش تست سلقین میشود، اما میگه جوان مردی جناب پیغمبر شمال بود. همین خیلی میگه جوان مردی، همین خیلی نازنین، همین خیلی شخصیت، همین خیلی خوشرو. چی شد؟ دریغ از سروری معراج الاولاک، شما شد زیر ابری پرده خاک. رسید در 63 عمری مبارک، بشد فرمانش از عزی تبارک. به اعضای مبارک زد شرر تب، بشد واقف نبی از خواندنی رب. این سروری معراج، این شخصیت بزرگ، این قدر شخصیتی که در 63 در آمدن، فرمان پروردگار قدی میگه بدن حضرت بیمار شدن. آسا جناب پیغمبر دیگر از نماز 5 وقت رفتن هم دیگر واقف شدن، رفتن نتونستن. همه حاضر به صحبت جمع اصحاب، بگو حضرت به سوی اهل احباب. به ما هر کس اگر
دارد قصاصی بگیره تا شمم از وی خلاصی. تمام صحابه بالای سری رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمدن، تمام دوستا آمدن. بعد از او حضرت میگه سرشون بلند کردن که کسی که اگر ایمو قصاصی داره، اگر قرض قواله و قصاصی باشه بیای ما میتیم شه از ما خلاص شود.